یک چیز دیگه هم در آخر یادم نره که بگم که فضیلت روزه در ماه شوال مبارک که حدیث شریف هم حضرت ابو داود صاحب گرفته و همچنان امام مسلم صاحب رحمت الله علیه گرفتن. راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه است که می‌فرماید من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر. حدیث نقل میکنه از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که هر کسی ماه مبارک رمضان روزه بگیرد و بعد از آن 6 روز از شوال معظم روزه بگیرد مثابه هست یا به مانند ای است که تمام سال روزه گرفته باشد. و همچنان مسئله دیگه است که بعضی دوستان زیادتر پرسان میکنند که آیا ما این 6 روزه پای در پای بگیریم یا متفرق بگیریم؟ فقها میگن که همین 6 روزی که روزه میگیرین در مثلا میتونین که 6 روز مکمل هم روزه بگیرین و همچنان میتونین که مثلا هفته 2 روز بگیرین، یعنی تقسیمات بکنین، مشکل نداره. شرط نیست که مثلا چی باشه ایره 6 روز پیش در پیش بگیرین. الله متعال توفیق نصیب بکنه که روزه را بگیریم و همین روزه ها است که سبب سعادت ما هست، سبب نیکبختی ماست. خداوند متعال میخواد که بنده هاش در گفتم هر ماهی را که ببینی خداوند متعال یک ویژگی بر ما مسلمان ها داده که اگر این کار بکنی خداوند متعال اجر میده، پاداش میده. خداوند متعال میخواد که به یک نحو گناهان بنده خدا مغفرت بکنه. گاهی ماه مبارک رمضان، مثلا گاهی ماه شوال، رجب، همچنان شعبان معظمی ماهایی است که همش فضیلت خود داره و خاص فضیلت خاص از این است که بنده توبه بکنه، به سوی خداوند متعال رجوع بکنه و طلب مغفرت بکنه و خداوند متعال این را ببخشه. این چانسای طلایی است که به ما مسلمان ها داده و این قدر این چانسا را بدانیم. شاید ما سال آینده در ماه شوال زنده باشیم نباشیم، حال رمضان مبارک گذشت، شاید تا سال رمضان دیگه زنده باشیم نباشیم. خدا متعال توفیق اعمال صالحه به همه ما شما نصیب بکنه.